آنچه که مهمه اینه من 10,000 میلیارد تومان از بانک کشاورزی در اختیار دارم و 5,000 میلیارد تومان هم مصوب سفر رئیس جمهور محترم به استان آذربایجان شرقی که توسط دفتر ایشون به 10 تا بانک ابلاغ شد. یعنی این عدد یک عدد شوخی یا یک عددی که ما بگیم حالا جامعه کشاورزی خوشش بیاد یا ادوات ساز و انجمن خوشش بیاد نیست. صورت جلسه کردیم، 5,000 میلیارد تومنش رو توزیع استانی کردیم، یعنی تفکیک کردیم که کدوم استان از این 5,000 میلیارد تومان بر اساس چه عددی، چه شاخصی، چه عددی سهمشه. بعد از 2 سال وقفه در تامین تسهیلات برای بخش کشاورزی، شما با تلاش‌های زیادی که انجام دادید بالاخره این تسهیلات بخش کشاورزی و مکانیزاسیون دوباره راه اندازی شده. من لازمه که از طرف خانواده کشاورزی از شما تشکر کنم به خاطر اینکه به هر حال این یک خونه جدید در رگ‌های بخش مکانیزاسیون جاری شده. در سالهای گذشته این شفافیت و این تفکیک تسهیلات رو نداشتیم که دقیقاً چه مقدار برای تراکتور هست، چه مقدار ادوات هست و معمولاً هم بیشتر به سمت تراکتور و کمباین بود تسهیلات. خب این توازنش رو در بخش مکانیزاسیون خورده به هم زده بود. شما برنامه‌ای دارید که این توازن رو برگردونید سر جاش و تسهیلات برای هر دو بخش مکانیزاسیون، هم چه ماشینالات کشاورزی مثل تراکتور و کمباین و هم ادوات به یک اندازه تقسیم بشه؟ خیلی متشکرم، خیلی سوال خوبی بود. خدمت شما عرضم که خب یک وقفه‌ای در پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون یا خط معروف خط اعتباری معروف مکانیزاسیون پیش اومد. حدود 1.5 سال بود تسهیلاتی پرداخت نشده بود. بنده برج 9 سال گذشته به این سمت توسط وزیر محترم بعد از تغییراتی که در جایگاه مرکز توسعه مکانیزاسیون پیش اومد منصوب شدم. خب ما یه پیگیری کردیم ببینیم وضعیت پرداختی های ما. خب بالاخره هم کشاورز ما توان مالی ضعیفی داره، تولید کنندگان ما هم از نظر تامین منابع سرمایه در گردش، خاصتا کسایی که ادوات میسازن یا حتی کسایی که تراکتور تولید میکنن، کمباین تولید میکنن، ماشینای کشاورزی تولید میکنن، لازمشون تامین یک منابع مالی مستمر و در جریان که هم کشاورز ما بتونه خرید کنه و هم تامین تولید کننده بتونه سیر تولیدش رو مستمر ادامه بده. خب ما 760 تا حداقل اگه اعدادم درست باشه 760 واحد موفق ادوات ساز داریم در کشور که اینها ذیل انجمن‌هایی مثل انجمن موفق مثلا تولید کنندگان ماشین‌های کشاورزی دارن فعالیت میکنن. حتما. بله و بسیار موفقند، ساختار متمرکز و با هم بسیار همراهی و همکاری خوبی دارن. خب دست به دست اینها و کشاورزی، یعنی یک مثلث ارزشمند مکانیزاسیون کشاورزی، تولید کنندگان ماشین‌های کشاورزی و انجمن‌های مربوطه، مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع و کشاورزان عزیز. ما هدف اصلیمون خیلی طبیعیه. در وزارت جهاد کشاورزی قدم اول ما حمایت از کشاورزه، اما در کنار حمایت از کشاورز قطعاً تبعاتش یعنی حمایت از تولید کننده. این عرض کردم بالاخره مدت ها بود این بحث متاسفانه اعتباری نداشت، پرداختی صورت نگرفته بود. تقریباً دی ماه پارسال ما تونستیم، واقعا جای تشکر داره از بانک کشاورزی به خاطر همکاری خاصی که با شخص بنده جناب آقای فرخ نژاد داشتن، قولی رو به ما دادن 2,000 میلیارد تومان رو به ما ابلاغ کردن در 2 ماهه آخر سال. خب انجمن آماده نبود، تولید کننده آماده نبود، ما آماده نبودیم، خود همکارامون در بانک و اصلا یه اتفاق غیر مترقبه بود. تو 2 ماهه آخر سال یه دفعه 2,000 میلیارد تومان برای کشور عدد کمی نبود. خیلی تلاش کردیم، دست به دست هم دادیم. آخه بعضی موقع بانک خودش اصلا دوست نداره پرداخت کنه، ولی اینجا بانک دوست داشت پرداخت کنه به خاطر لطفی که به مجموعه داشت و علاقه‌ای که داشت به حوزه مکانیزاسیون. ما که پیگیر بودیم شبانه روز، همکارمون در سازمان‌ها بسیار انرژی گذاشتن و دوستانمون در شرکت‌های تولید کننده ماشین‌های کشاورزی هم انصافاً همکاری خیلی خوبی داشتن.
خب تونستیم 2330 میلیارد تومان در 2 ماهه پایانی سال گذشته برای شروع پرداخت داشته باشیم. فرمودید که شفافیت ایجاد بشه، 300 میلیارد تومانش به کمباین پرداخت شد، 300 میلیارد تومانش روند میکنم اعداد رو، 300 میلیارد تومانش به تراکتور پرداخت شد و حدود 1600 خورده میلیارد تومان ادوات دنبال بند و ماشین های به نوعی پشت تراکتوری بودند که بالاخره در بخش کشاورزی عرض کنم خدمت شما نیاز حوزه کاشت داشت پرداشت، حوزه زراعی، حوزه باغی و حتی عرض کردم زنبور عسل بود که پرداخت شد. امسال یه اتفاق بهتر و زیباتری قرار بود بیفته و این بود که ما 10,000 میلیارد تومان از آقای فرخ نژاد مدیر عامل محترم بانک کشاورزی قول گرفتیم. ایشون زحمت کشیدن، تا الان هم 3 تا شخصا مصاحبه داشتن. یعنی این عدد یک عدد شوخی یا یک عددی که ما بگیم حالا جامعه کشاورزی خوشش بیاد یا ادوات ساز و انجمن خوشش بیاد نیست. صورت جلسه کردیم، 5000 میلیارد تومنش رو توزیع استانی کردیم، یعنی تفکیک کردیم که کدوم استان از این 5000 میلیارد تومان بر اساس چه عددی، چه شاخصی، چه عددی سهمشه. و متاسفانه ما با یک مانع بزرگ ابتدای سال، ما کشاورزان، بانک کشاورزی و انجمن و خود تولید کنندگان ماشین‌های کشاورزی روبرو شدیم. مانع چی شد؟ سامانه 124 که از پارسال به روز رسانی نشده بود. خب تولید کنندگان سخت نگرفتن، یعنی تا پایان سال 1401 هم با علیرغم به روز رسانی نشدن سامانه، خب بالاخره ارائه خدمت کردن، همراهی کردن، یه فرصتی و تونستیم تسهیلات پارسال رو جذب کنیم. ابتدای امسال که تغییر قیمت ها رو فاحش داشتیم، دیگه تولید کنندگان ما نتونستن با قیمت های سال گذشته عرضه کنن. بانک هم اعلام کرد بر اساس نامه‌ای که خود سازمان حمایت به ما داده، ما باید حتما قیمت سامانه 124 با قیمت پیش فاکتوری که تولید کننده داره به ما میده برای تحویل یه ادوات یا یه ماشینی به کشاورز یا یه دنبال بندی به کشاورز، الزاما باید این دو تا قیمت با هم بخونه و خب یک تلاش شاید 6 ماهه‌ای صورت گرفت. خیلی همکارامون رو تو وزارت سمت اذیت کردیم، دوستانمون در سازمان حمایت، جناب آقای دکتر جمشیدوند، دفتر ماشین‌های کشاورزی، انصافاً خیلی انرژی گذاشتیم. اما خب بالاخره پیگیری کننده اصلی در این داستان خود سازنده، خود شرکت‌های سازنده و انصافاً مجموعه اتماک هم ویژه این موضوع رو پیگیری کرد و خدا رو شکر بالاخره دیروز پریروز به ما قول دادن که مسئله بیش از 90%ش حل شده. ما انشالله فردا بنا رو بر این گذاشتیم که دوستانمون رؤسای ادارات فناوری مکانیزاسیون کشور رو 26 مهر میشه فردا. بله 26 بله همکارامون رو انشالله در مرکز توسعه مکانیزاسیون گرد هم بیاریم، یک جلسه هماندیشی رو داشته باشیم و با امید خدا عرض کنم شروع کنیم پرداخت تسهیلاتمون رو. آنچه که مهمه اینه، من 10,000 میلیارد تومان از بانک کشاورزی در اختیار دارم و 5,000 میلیارد تومان هم مصوب سفر رئیس جمهور محترم به استان آذربایجان شرقی که توسط دفتر ایشون به 10 تا بانک ابلاغ شد. آقای دکتر ببخشید حفظتون رو من قطع می‌کنم. این 5,000 میلیارد به غیر از اون 10,000 میلیارد بله اون 10,000 میلیارد تومان خاص بانک کشاورزی است. این خبر خوبیه. اگه 15,000 اون 5,000 میلیارد تومان مصوب سفر رئیس جمهور محترم به استان آذربایجان شرقی و بازدیدی که از شرکت تراکتور سازی دادن، نامه‌ای که به ما دادن، بنده خیالم این بود که این رقم صرفاً برای تراکتور ابتدایی که مصوب شد، اما ابلاغیه‌ای که از دفتر رئیس جمهور محترم جمهور به ما ابلاغ شد قید شده برای پرداخت تراکتور، ادوات و ماشین‌های کشاورزی. جمع بندی این 5,000 میلیارد هم 1,000 میلیارد تومانش به عهده بانک کشاورزی گذاشته شده، 4,000 میلیارد تومانش به 10 تا بانک، هر بانکی 400 میلیارد تومان، بانک‌های ملی، ملت، توسعه تعاون، تجارت، سپه و بقیه بانک هاست. جلسه هماهنگی رو با این 10 تا بانک، چون ما با بانک کشاورزی عرض کنم رو روال هستیم، مشکلی نداریم، دستورالعمل همه چیز شفافه، ولی خب بحث مکانیزاسیون برای سایر بانک‌ها کار تازه‌ایه.
هر بانک 400 میلیارد تومان نشستیم، صورت جلسه کردیم، دستور عمل اونجا قرائت کردیم و انشالله این عددم توزیع استانیشو انجام دادیم، به استانها ابلاغ میکنیم و انشاءالله 5 ماه پایانی سال رو 5 ماه انشاءالله موفق خواهیم داشت. انتظار داریم از کشاورزان عزیز، چون این برنامه رو خطاب اصلی این زحمت شاوره اینه که ما ارتباطی رو با کشاورزان عزیزمون داشته باشیم. خواهشمون اینه که ماشین های کشاورزی، دنبال بند، ادوات و هر نوع تجهیز کشاورزی که در بخش کشاورزی، تفکیکش هم به این صورت قائل شدیم 70% رو دیدیم برای حوزه زراعی باقی، 30% رو دیدیم برای سایر حوزه ها، دام و طیور و آبزیان که عرض کنم الان اعداد استانهای ما، سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای ما اشرافیت کامل دارن که از 5000 میلیارد تومان تخصیص اول چه سهمی رو دارن، از 5000 میلیارد تومان تخصیص دوم چه سهمی رو دارن. داریم عدد 5000 میلیارد مصوب به سفر آقای رئیس جمهور رو هم به تفکیک بانک توزیع استانیش انجام میدیم، هم توزیع استانی و هر استانی میدونه که از این عدد چه سهمی متعلق به حوزه زراعی است، چه سهمی متعلق به حوزه باغی است و چه سهمی متعلق به سایر بخش است. انشالله دست به دست هم بدیم، ماشینا و ادواتی که نیاز دارن رو پیش فاکتور تهیه کنن. لازمه اینه که اون پیش فاکتور با سامانه 124 که سازنده و ادوات ساز و عرضه کننده دستگاه به اصطلاح داره قیمتاشون همخوانی داشته باشه. همکارای ما در استانها بر اساس ضوابطی که اعلام شده معرفی میکنن به بانک کشاورزی یا بانکایی که عرض کردم و عرض کنم پرداخت انشالله انجام بشه. ما انشالله هر 10 روز یک بار رو بعد از جلسه‌ای که با همکارانمون خواهیم داشت رصد میکنیم عملکرد استانها رو و شخص آقای وزیر، اینو تاکید میکنم، به بنده تاکید کردن 10 روز یک بار آمار عملکرد استانها رو بیاورید و با هم بشینیم بررسی کنیم و رصد و پایش کنیم که انشاءالله هیچ استانی از این اعتبار بی بهره نشه. طبیعی است این به عنوان یک خونی است در شریان بخش کشاورزی، بالاخره شوخی نداریم، بدون وسیله، بدون تجهیزات، بدون مکانیزاسیون بهره‌وری بی معنی است، بدون مکانیزاسیون کاهش قیمت تمام شده بی معنی است، بدون مکانیزاسیون انجام کار در وقت مناسب بی معنی است، بدون مکانیزاسیون و ماشین عرض کنم خدمت شما که آرامش و آسایش برای کشاورز بی معنی است. ضوابط وام در بانک های دیگه همون 5 سال با اقساط سالانه است. بله. یعنی هیچ فرقی با بانک شایز نخواهد کرد. قطعا همون دستورالعملی که در بانک کشاورزی داریم رو به خاطر اینکه دوگانگی ایجاد نشه، بانک های دیگه هم علاقه‌مندن. خب بالاخره یه ضوابطی بررسی شده، چکشکاری شده، بانک کشاورزی سالهاست داره این کار انجام میده، قطعا یه کپی کاری میکنیم از ضوابطی که در بانک کشاورزی داشتیم. بسیاری. بعد من یه خواهشی میخوام از شما بکنم، به ما این امکانه میدین که این شفاف سازی رو ما بتونیم ارائه بدیم به کشاورزا. ببینید شما فرمودین که مقدارش مشخصه که برای هر مجموعه و هر استان چه مبلغی و برای کدوم قسمت از بخش مکانیزاسیون قرار هزینه بشه. اونو میخواستم خواهش کنم که این حالا به هر نحوی هستن ما بتونیم رسانه‌ای کنیم که ببینن کشاورزا، چون تا سال‌های گذشته این اصلا به هیچ عنوان رسانه‌ای نمیشد و هیچ کس نمیدونست که دقیقاً در هر استان یا در هر شهری داره چه اتفاقی میفته و چه تعداد تراکتوره، چه تعداد ماشینالاته. پس ما میتونم از شما خواهش کنم حتما در خدمت شما هستیم با افتخار و سپاسگزارم. جداولی که موجوده میدیم به خدمت شما که در استفاده کنید. یه نکته من عرض کنم، بنده معتقدم هر کار پنهانی که صورت بگیره محکوم به شکست و فساده. شفاف سازی و حالا خیلی دارن اینو شعار میدن، پشت یک اتاق شیشه‌ای کار کردن قطعا همراه با موفقیت. چرا؟ چون دیگران نقاط ضعف تو میبینن، نقاط قوت میبینن، به موقع تذکر میخوری و به موقع اصلاح میکنی. اما در اتاق تاریک و در پشت دیوار کار کردن بدون شفافیت حتما اشکالات روز به روز بزرگتر میشه و دانسته یا نادانسته انسان در غرق در یک فضایی میشه که انتهاش مشکلات عدیده است، هم برای کشاورز، هم برای تولید کننده، هم برای ما و هم برای دستگاهی که پرداخت کننده تسهیلات است.
هستش. متشکرم.